پیدایشان کنیم. سرعت بگیر. سرعت بگیر. سرعت بگیر. سرعت بگیر. عجله کن. ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. سرعت بگیر گفتم. عجله کن. عجله کن. برو جلو. خدای من. خدای من چی خواد کردم؟ دختر من چطور نجات بدم؟ بله زینب، من رعناستم. گوش کن که چی میگم. تو کجاستی برم بگو. در جای خود هستی؟ درست است. تا چند ساعت دیگه پیشت میایم. کار ضرور دارم. دخترم همراهیم است. خوب هستین بیادر، شکر که بخیر گذاشت. پس شو احمق. پس شو گفتم. لعنت با شیطان. یعنی چی که از پیش ما فرار کرد؟ مانع یک خانم شدن نتونستین؟
بهانه قبول ندارم. این کار امشب باید تمام شود. داخل بیا. جنرال سید از وزارت دفاع آمدن. در اتاق جلسه منتظر شما هستن. از وزارت دفاع آمدن؟ بله جنرال سید. در ضمن جنرال طب صبری و ممرایشان هستن. رفتم میتون. استر جنرال کارای مرا خواسته بودین؟ بفرمایین بیشینه. محترم، از اینکه تا اینجا تشریف آوردین حتما موضوع مهم است. مهم است. بیشتر از همه به شما. جنرال صبری بعض اطلاعات درباره شما به دست آورده. نترس، نجات پیدا کردی. ما کجا هستم؟ شما چرا اینجا هستی؟ خدا خسته نساز. ما کل چیزا برات میگم. حالا بخیز. بیا. بیا. چشمایت بسته کن. ما همراهت هستم. نترس. بله، دیشب او محل تلاشی کردیم محترم. خانه ها را پالیدیم. یک دختر را دستگیر کردیم، اما بعدا رهایش کردیم. سعی و سالم از اونجا رفت. میشه بگوین که کار به کدام دلیل انجام دادین؟ 2 روز میشه که خواهرم رنا گم شده. در جستجوی او هستیم. از طرف گروه های شورشی چندین بار تهدید شدیم. بار آخر اونجا دیده شده بود. به می خاطر تلاشی کردیم. به خاطر این کار اجازه گرفته بودین؟ اجازه؟ دختر را که دستگیر کردیم دختر ملای تویز نویس است. اما هیچ چیز پیدا نکردین. یعنی او دختر بیچاره را بنا حق دستگیر کردین. ببینین، ما هر کار را که انجام میتیم باید در چارچوب قانون باشه. کسایی که کارهای غیر قانونی را انجام میتن معلوم نیست که در کجا توقف میکنن. با گفته شما این کارهای ارتجاعی ها هست. در ضمن دیگه چیزا را هم شنیدیم. خانم رنا اختطاف نشده، از موتر شما خود پایین انداخته. یعنی او دختر هیچ گناهی نداشت. اینجا چی میکنی؟ ما به خاطر شستن دستوری خود آمده بودیم. این دختر چی شده؟ این دخترم است. ما حادثه کردیم بیادر جان.
به چه قسم حادثه است؟ شما دزد هستین یا تروریست؟ راست بگوین برام خانم. ببینین آقای محترم، شما غلط روز درک به روز کردین. تروریستا زیاد میشن و انفجار میتن خوده. زود شوین از اینجا گم شوین. حداقل راه را به ما نشان بده. یعنی ما گم شدیم، نمیفهمیم چه قسم به جاده عمومی بریم. میخوایم به تیکردا بریم. من این کارا نمیتونم. قبل از اینکه به پلیس زنگ بزنم از اینجا گم شوین. برین دیگه. محترم، این یک موضوع خانوادگی است. خواهرم رنا به خاطر مریضی که داره تحت تداوی است. به خاطر احساس نیکتان تشکر میکنم جنرال صبری. شما رفته میتونی. میخوایم امروی جنرال تنها گپ بزنم. حتما چرنی آقا. محترم، میفهمین که بسیار زمان کم به طرف شما مانده. فقط یک نفر از میان شما جنرال عمومی شده میتونه. با احتمال زیاد شما انتخاب میشدین. محترم، بعد از این کوشش کنین اشتباهتان ظاهر نشه. دختر کی بود؟ گفت دخترم است. وضعیتش چطور بود؟ زیاد نمیفهمم. بیهوش بود بیچاره. میشه بگویی کجا رفتن؟ تو این سوالا رو چرا از من میپرسی؟ عسکر هستی یا بابیک است؟ حالا فهمیدی که کی هستم؟ ها؟ گفت به ترکردا میرم. کجا میریم؟ اما میخوایم خانه خود برم. میره، اما فعلا نه. دنی زیاد به تشویش میشه. اگه مرا در خانه نبینه قهر میشه. همراه او یک جای تو را از خندق نجات دادیم. پس او آل کجاست؟ شوهرم کجاست؟ او زخمی شد. در وقت محافظت از ما زخمی شد. بعد تیکردا میرن آقا. سر راه منتظرشان هستم. آمدن. اونا را تعقیب میکن. استاد کن میخوایم پایین شوم. ایلیپ لطفا بفتی. با من دست نزد. میخوایم پایین شوم. ایلیپ با هوش بیا دختر. ما را از بین میبرن. چرا نمیفهمی باید فرار کنیم؟ اونا در تعقیب ما هستن. همتونست. کیا؟ جنرال قدرت. میخوای از من نجات پیدا کنم. فقط از تو نجانه. لعنت به شیطان. پلیس. خوب است برو ازش کمک بخواه. نه خیر، بالای هیچ کس اعتماد نمیشه. هوش کنی چیزی نگویی. هوش کنی گپ نزنی. درست است؟
سلام خانم. کدام مشکل دارین؟ نه خیر، یک دقیقه توقف کردیم. حالا میخوایم بریم. در این وضعیت عجله کو زنگ بزن. زنگ بزن. پس جواز رانندگی ندارین. شناسنامه چطور؟ ببینین، فکر میکنم هنوزم خانم کوچک شوک دیدن. شما خوب هستین؟ با ما کمک کنه. 2 نفر در تعقیب ما هستن، میخواین ما را از بین ببرن. این پلیس نیست. بسیار دیر کردیم. مامور پلیس شما چه مشکل دارین؟ تو خوب هستی؟ تمام شد. درست است، خلاص شد. نجات پیدا کردیم. پشت ما را اعلام نمیکنن. ما را حتما از بین میبرن. اجازه نمیتون به تو ضرر برسانم. حالا فهمیده که چی میگو؟ به غیر از یکی دیگه خود بالای هیچ کس باور نمیکنه. دنیز، با او چه قسم خبر بدم؟ اول یک جای امن به خود پیدا کنیم، باز میتونیم با او خبر بدیم. درست است؟ شما چرا از من حفاظت میکنید؟ چرا مرا تنها نمیمونید؟ وقتش که برسه برات میگم. درست است؟
شفا باشه. باش من کمکت میکنم. الیفا پیدا کردین؟ در جستجوش هستیم. او دو نفر را دستگیر کردین؟ حادثه کردن. یکشان هم مرده. در رابطه با قضیه این نامه را پیدا کردیم. تمام اینا اشخاص سرشناس هستند. این هم روزنامه‌نگار نیست؟ بله، هدف کلشان مبارزه با شورشی ها است. تمامشان در تعقیب خانم رنا هستند. میخواین او را بترسانند. هدفشان الیف نیست. این کار قدر ساده نیست. ایرا خو میفهمه که الیف پیش خانم رناست. یعنی زندگی هر دویشان در خطر است. بیرون شوین. جنرال صاحب بیرون شوین. زود شوین. قماندان دنیز آیدین، با دلیل سرکشی از فرمان و تکرار نافرمانی 1 روز در سلول انفرادی جزایی است. شما را میگم این از اینجا ببرین. پدر شما چی میکنین؟ الیف گم است. همراه خانم رنا یک جای است. جان هر دویشان در خطر است. جزای درست شد. پدر یک لحظه منتظر باشین. پدر رفتن نمیتونیم. الهیم کو از قانون نافرمانی کردن نمیتونیم. گپ ناخ نزن. پاشو. تو خوب هستی؟ دنیز عجله کنین بیاین که بریم. چی شده؟ بیاین حالا دیگه. دنیز کجا میره؟ بگو این چی گپ است؟ سنجر شنوی اینجا بیا داخل نرو. دنیز چطور است؟ خوب است؟ خوب است. داخل نرو. چرا؟ چند دقیقه بعد به زندان میره. یعنی چی؟ بالاخره این کار کردی؟ بالاخره بچه ما بازداشت کردی سنجر؟ چرا نمیفهمی؟ مجبور بودم. به خاطر خودش این کار کردم. اگه از تعقیب کردن الیف دست نکشه از بین میره. بچه چی میکنه این بچه؟ دنیز او فرار میکنه. بالا شو بالا شو. برو. چی شده؟ چرا توقف کردین؟ تیل خلاص شد جانم. تیل خلاص شد؟ حالا چطور کنیم؟ ما را گیر میکنن. باید از اینجا بریم. بودن نمیتونیم. پیش زینب میریم. اهمترین جای اونجاست و فکر هیچ کس نمیرسه. بریم. عجله کو پایین شو. عجله کو.
دنیز چی شدن؟ موبایل من نیست. حتما در شفاخانه فراموش کردی. اردم موبایل ما در موتر فراموش کردیم. هم یال تلفن تا برم بته. درست است بی. حالا ایلیف لطفا جواب بده. لطفا ایلیف جواب بده. جواب نمیده. حتما کدام بلای سرشان آمده. یک بار دیگه زنگ بزن. ایلیف. سلام. ما به یک موتر ضرورت داریم. میخوایم به قریه یلدوز بریم. از این منطقه موتر و طرفانه میره، اما بازم میپرسم شما اونجا منتظر باشید. چرا اونجا شیشتی؟ بیا اینجا بشی. راستش فکر کردم شاید نخواهین پیش روی همگی باید چادر پوش بشینیم. فرق نمیکنه. بیا اینجا بشی. بیا. خوش آمدین. چای می نوشین؟ بله می نوشیم. تشکر. بفرمایید. بله. هویت او شخص مشخص شد. تحقیق کردیم. یک نظامی است. نامش اردام. امکان داره کار او باشه. چشماش طرف ابراهیم رفته. چرا طرف من قسم سری میکنه؟ فکر میکنم میخواد چیزی بگویم اما گفته نمیتونم. زیاد میخوایم بگم که من مادرت هستم، اما اگه مرا نبخشه. راستش خانم خوبی است، مهربان و با شفقت. به خاطر من جگرخون است، چقدر متوجه است، مثل که یک مادر میباشد. به من مادر خواهد گفت.
همیال وقتش از کلی چیزا برش بگویم که مادرش هستم. شاید دیگه این فرصت رو پیدا نکنم. خانم رنا، ما اول شما بگویید. نه خیر اول تو بگو. ما به خاطر همه چیز از شما تشکر میکنم. ما کاری نکردیم جانم. از تو یک جان قرضدار بودم. ما کاری نکردیم. بازم تشکر. من میرم که دستوری خدا بشویم. درست است. ما میخواستم به کسی زنگ بزنم. بفرمایید از تلفن داخل استفاده کنم. درست است. بسیار خواهش تشکر. میکنم. بیادر ما کجا میریم؟ خدا میفهمه که او کجاست، چی بلایی سرش آمده. اما ما رو ببین چی میکنیم. با توجه تمام گروه ها در جاده تیکردار موتر با پلیت 34 که 34 عرفا 34 64 در حالت درک شده پیدا شده. تمام بخش ها مطلع باشه. اردام این موتر ما است. سرعت بگی اردام، لطفا سرعت بگی. میخوایم هرچه زودتر اونجا برسیم. بله. میتونم امروی قماندان دینیز گپ بزنم؟ شما کی هستین؟ ما ایلیف هستم. قماندان دینیس فعلا مصروف هستن. اگر کدام گفتنی دارین من میگم. نه که در شفاخانه هست. خواهش میکنم بگوین دینیز خوب است. نخیر او خوب است. کاملا خوب است. خدایا هزار بار شکر. کم زخمی شده پانسمان میکننش. موبایل خدا پیش من مانده. گفت تو جواب بده. ما باید عاجل امرای دینیز گپ بزنم. میشه که موبایل برش ببرین؟ نه فعلا امکان نداره. داخل اجازه نمیتون. اما قسمی که گفتم میتونم پیامتون برش برسونم. گوش کنید. فکر میکنم کدام مشکل داره. راحت باشین. ما یک نظامی هستم. تشویش نکنین. برام بگوین چی گپ است. ما نزدیک تانک تیل قریه چاتال هستیم. هر چی زودتر به گرفتن ما بیاین. برش میگین همتون نیست؟ میگم خانم شما تشویش نکنین. میگم اگر او نیاید تو کجا بودی؟ به دینیز زنگ زدم. او خوب است. کی را برات گفت؟ در موبایلش زنگ زدم. دوستش جواب داد. برشان گفتم که به گرفتن ما بیاین. ایلیف تو چی کردی ها؟ چی شده؟ موبایل دنیز در موترش بود. همراه او آدم گپ زدی. کسی که به تعقیب ماست. ما با یک موتر ضرورت داره. تو هنوز کسی نامده خواهر. اما ما باید از اینجا بریم. اون اومد. فرار کن. چی گپ خواهر؟ ایلیف از این طرف بیا. چی شده عامر صاحب؟ درست جان. کمدگان تحمل کن. باید خدا
به سرک برسانیم. یک موتر پیدا میکنیم. عجله کن. چی شده؟ آمر صاحب 2 کیلومتر پیشتر یک آدم بر میخورده. زنده است. چیزی گفت؟ پلیس فایر کرده. 2 خانم هم امرش بوده. چی؟ وقتی تل خلاص شده باز موتر ترک کردن. نزدیکترین تانک تل کجاست؟ 5 کیلومتر دور است. تحمل کن. به سرک رسیده. نیست. هیچ موتر نیست. بریم. حتما کدام موتر تیر میشه. اون اومد. موتر اومد. استاد کن. استاد کن. استاد کن. باز کن. باز کن. لطفاً به ما کمک کنید. 2 خانم تنهاستیم. در وضعیت بعد قرار داریم. لطفاً. خانم رنا. عجله کن. سوار شو. حرکت کن. حرکت کن. سرعت بگی اون نفر به تعقیب ماست. صبر کنه. استاد کو. گفتم استاد کو. لعنتی ها. اول 2 خانم آمدن بیادر. منتظر ششتن. وقت پلیس دیدن فرار کردن. من فکر کردم که مجرم هستن. او آدم پلیس نیست کاکا. اونا به تو چی گفتن؟ بیاد داری؟ به قریه یلدز می رفتن. موتر ضرورت داشتن.